سلام به همراهان اهوری. رو میخوام این دامن کلوش رو آموزش بدیم. 1.5 متر پارچه در عرض 1.5 نیاز داریم. پارچه رو به صورت 3 گوش مثل ویدیو تا میکنیم، روی هم میذاریم و به اندازه، چون دور کم رو میخوایم کش بزنیم، نیازی نیست که خیلی تنگ باشه. دور باسن هر چقدر باشه یه خورده کمتر از اون، یعنی بودن دور باسن فرد مثلا مال من 100 بوده، 60 تا 70 سانت پایین اومدم تا تونستم دور کمر، چون کش وصل میکنیم اون رو به صورت همونطور که میبینید از اون گوشه چند نقطه رو مشخص میکنیم به اندازه 60 یا 50 هر چقدر که دوست داشتید جدا میکنید و به صورت هلال در میاد. از اینجا به بعدم چون عرض پارچمون 1.5 بوده، نگاه کنید حدود 90 سانت پارچه میمونه. معمولا 90 سانت یک کوتاه‌ترین دامنه که اگه بخوای تا روی پاد بیاد باید کمتر از این نباشه. این هر چقدر که مونده بود، 90 بود، 85 بود، هر چقدر بود، دور تا دور مثل یه دایره مشخص میکنیم و خطش رو مشخص میکنیم تا کج در نیاد، کوتاه بلند نشه. بعد قیچی میکنیم. من در آخر کار میبینید که برای بعدش چیکار میکنم. یک روش دیگه هم هست، اون رو هم روی یه دامن دیگه اجرا میکنم که میتونید این کوتاهیشو رفع کنید. حالا اونو قیچی میکنم. این پارچه ما دولاست، دامن خیلی قشنگی در میاد. از کل زایاتش هم استفاده میکنم. زایات بالا رو که میبین برای کمر و زایات پایین هم برای بقیه دامن استفاده میکنم. حالا اینا رو 5 سانت تا 6 سانت هر چقدر که دوست داشتید به کش پهنای کشت بستگی داره. 2 سانت باشه 5 سانت جدا کن، اگه بیشتر پهن‌تر باشه به پهن‌تر جدا کنیم. اینجوری همشون رو جدا میکنیم، مرتب میکنیم و به هم وصل میکنیم. این تصویریه که از برش میبینید. این کمریه، این هم دلار رو دوخت میکنیم. خیلی راحته این دامن. بعد از اینکه دوخت کردیم، این پارچه من یه خورده زود ریش میشد، به خاطر همین باید خیلی زود سردوزم میشد. دوختش که تموم شد، حالا نوبت کمری میرسه. اون پارچه رو که تا کرده بودیم، کش اندازه کمر، یعنی دور کمر فرد هر چقدر بود، دو سومون اندازه مثلا 100 بود، 2 سومش مثلا 70 سانت در نظر میگیرید و بعد سر و ته کش رو به هم وصل میکنید. داخل اون پارچه 4-5 سانتی که گذاشته بودید داخلش میذارید و دور تا دورش رو دوخت میکنید. کش رو لای دوخت نمیذارید، فقط پارچه رو دوخت میکنید. همینجور که تو تصویر می‌بینید پارچه من ریش میشه. به همین دلیل بعدش هم یه سردوز بزنید خیلی خوب میشه. و حالا برای اینکه این کش مرتب دور تا دور این دامن، یعنی جایش کشش بیشتر نباشه جایش کمتر، یعنی نامرتب نباشه، میایم هر دوتا رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم، هم کش هم دامن، و اونا رو با سنجاق گرد اون چرتایی رو که 4 تا چرت رو به هم وصل میکنیم، کش رو به دامن. بعد کش رو میکشیم و به اون قسمت 1/4 وصل میکنیم، یعنی قشنگ تقسیم میشه و دیگه یه جای دامنمون پرچین‌تر نیست، جایش کمچین‌تر. بعد از اینکه وصل کردیم سردوز میکنیم و نوبت به پایین دامن میرسه. نگاه کنید، اگه خواستید همینقدر کافی بود وسطون، دیگه نیازی نیست به این بقیه، ولی واسه اینم این قسمت ها رو به هم دوخت میکنیم و به صورت یک چینه خیلی خوشگل به پایین دامن وصل میکنیم. این تیکه رو اصلا ضایعات نداره این دامن، این پارچه همه تیکه رو به هم وصل میکنیم و به صورت چین به پایین دامن وصل میکنیم. خیلی دامن قشنگ و بروزیه. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و کامنت بذارید و ممنون میشم ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جدید برای شما ضبط کنم.